جیم پاول نام نفری است که با کسب سرمایه‌گذاری شهرت فراوانی دارد. او نفری بود که از کارگری در رستوران‌های مرفروشی تبدیل به بزرگترین سرمایه‌گذار شهر شیکاگو شد. اما در سال 1983 اتفاق رخ داد و هر آنچه تا به آن روز از صفر ساخته بود تبدیل به صفر شد. شکست مالی سنگین باعث شد شغلش را از دست بدهد. اما پاول ناامید نشد. از نو شروع کرد و توانست در 10 ساله بیش از آنچه را که در 30 سال توانسته بود به دست آورد برقرار نماید. پاول بعدها کتاب به عنوان چه چیزی پس از دست دادن $1,000,000 آموختم نوشت و در آن به شرح اشتباه‌ها و تجربه‌هایی کرد که بعد از تلاش و کوشش‌های بی‌ایث توانسته بود به دست آورد. با همین منظور 3 درس با ارزش از این کتاب را به صورت مختصر و مفید و ضروری برای شما عزیزان آماده کردیم که در این نوار آگاه می‌شوید. شما بعد از آگاه شدن از این 3 درس با تجربیات با ارزش مرد آشنا می‌شوید که از صفر شروع کرد و به اوج رسید. درسایی که هر کسی برای شروع باید بداند. درس یکم: زمانی که پولتان را از دست می‌دهید شکست می‌خورید، معمولاً از روی عادت دوست می‌دارید هیچ کس را از آن خبردار نکنید. این یکی از خطرناکترین اقدام‌هایی است که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران جوان انجام می‌دهند. آنها ارزش خالص داراییشان را با ارزش خالص خودشان برابر می‌دانند. این اشتباه است. شما اگر به شکست روبرو شدید، پولتان را از دست دادید و یا رابطه ناموفق با کسی داشتید. شما در واقع شخصی هستید که شکست خوردید. نباید تصور کنید که یک فرد شکست خورده هستید. پاول در کتابش می‌نویسد: زمان این درس را آموختم که با توجه به اشتباهایی که در سرمایه گذاری برای نفت کرده بودم با شکست مواجه شده بودم و روز به روز در حال ضرر کردن بودم، اما نمیخواستم آن را قبول کنم، زیرا می ترسیدم خودم را یک فرد شکست خورده ببینم. اما اشتباه می کردم. اگر واقع بین می بودم و قبول می کردم در آن تصمیم گیری شکست خوردم، هم ارزش داراییم را حفظ می کردم و هم عزت نفسم را. درس دوم: یک دنیا فرق بین ریسک کردن و قماربازی کردن وجود دارد. اگر می‌خواهید یک سرمایه گذار یا کارآفرینی باهوش باشید، باید ریسک‌های زیادی انجام دهید و همشان تبدیل به موفقیت شوند. حتی ریسک‌های زیاد بر روی تصمیم گیری نیز قمار نیستند. در واقع قمارباز کسی است که غرورش با پولش ازدواج کرده است. پاول در کتابش می‌نویسد: پول برای آنها تنها یک بلیط برای داخل شدن به یک شرایطی است که هیجانات را تجربه کنند. درس سوم: تصمیم گیری احساس خطرناک است و زمان خطرناکتر می شود که توسط یک گروه تصمیم گیری می شود. البته که شما انسان هستید، احساس دارید. طبیعی است که واکنش‌های احساسی به شرایط داشته باشید، چه منفی و چه مثبت. اما به عنوان یک فرد به کمال رسیده، هنگام تصمیم گیری های حساس احساساتتان را کنار بگذارید و با واقعه ها تصمیمتان را بگیرید. پاول در سال 1980 شریک تجارتیش مدعی می شود که شرکت پیدا کرده که پتانسیلی آن را دارد که ارزش هر سهمیه تا $60 هم برسد. پاول و شریک تجارتیش 10,000 سهم خریدند، اما بعد از 3 هفته مقدار سهمیه ها به $38 رسید و ارزش هر سهم برابر به $4 افزایش یافت. پاول نمی توانست در این نقطه سهمیه هایش را بفروشد و از بازار خارج شود، زیرا نه تنها هیچ فایده نصیبش نمی شد بلکه ضرر هم می کردند. بنابراین پاول و شریک تجارتیش تصمیم بر اساس احساس گرفتند و به تمام مشتریانشان نیز توصیه کردند در بازار بمانند تا ارزش سهم افزایش پیدا کند. ارزش سهمیه ها افزایش پیدا کرد و به سهمی 7.5 رسید.
اما حبوب بیش نبود و بعد از 3 روز ارزش هر سهم به $6 نزول کرد. بنابراین تصمیم گرفتند با بازار مقابله کنند و تمام سرمایه‌شان را بفروشند و به ضرر از بازار خارج شوند و بزرگترین شکست مالیشان را سببگار شدند. $1,000,000 از دست رفت، $400,000 قرضدار. اما بعدها پاول این شکست را یک درس و یک سنگبینای برای موفقیت‌های بزرگترین بعدیش دانست و از آن به عنوان موفقیت با طعم شکست یاد می‌کند. باوری کامل داریم که شما از درس‌های پاول برای خود چیزی گرفته باشید و با برنامه‌های خرد بمانید.